سلام به هموطنان عزیزم و تمام کسایی که صدای منو میشنون. من یه معلمم از استان هرمزگان که 2 ساله با تومور سرطانی که تو مثانم هست درگیرم. هزینه های بیمارستانم و داروهام خیلی بالاست، به همین خاطر حقوقم کفاف اینو نمیده که بتونم ادامه بدم. 2 سال الان دارم 3 ماه یه بار میام و تراش میدم و هر 3 ماه یه بار باید بیام تا 5 سال یا 10 سال. گفتم از شما عزیزان خواهش کنم که حداقل پیج منو ساب کنین و لایک کنین این ویدیو رو که بتونم لایو بذارم و از هموطنهای بیشتری درخواست کمک کنم. اگه کسی خواست تمام مدارک بیمارستانی هم هست.